به نام خداوند بزرگ و بلند مرتبه. سلام علیکم به برنامه 100 ثانیه. بسیار خوش آمدید دوستا. شب گذشته مرسل، حسیب و شیبا با ما بودن. برنامه را آغاز کردن. یک پاسخ گفتن که متاسفانه اشتباه بود. حالا پاسخ دوم را گفتن. ببینیم که ای درست است یا که نه. قبل از او به یک 10 ثانیه بر شما بودم. کوتاه یک بار خود معرفی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه. یک بار دیگر حسیب هستم. مهربان تخلص میکنم و فارغ صنف 12 سال 93 و همچنان بیشتر به مضامین ساینسی و مضمون انگلیسی علاقه‌مند هستم و همچنان ورزش دلخواهیم فوتبال میباشه و همچنان فوتبال همچنان بازی میکنم. تیم مورد علاقه من اف سی بارسلونا میباشه و همچنان هم زیاد میگی. همچنان هم یکی از خاصیت‌های ما همچنان. بله. خب مهربان چطور تخلص میکنین؟ از خانوادگی است یا خودت؟ بله این از خانوادگی است و در خصوصیات هم یعنی معلوم میشه که مهربان هستی. بله. در عمل هم هستی تخلص تام است. بله هم در عمل هستم هم در تخلص. سلجان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان مرسل محمدی هستم. فارغ التحصیل صنف 12 در مجموع با تمام مضامین علاقه دارم. ورزش مورد علاقه ام بایسکل رانی. خب از کدام مکتب فارغ شدین؟ لیسه نصفان ملکه ثریا. ملکه ثریا. چند نمره بودین که فارغ شدین؟ اگر میتونن گوین خوب میشه. خب بخاطر که نه از بین پنجم تا 10 هستم اما نمیخوایم بگوین. خب دیگه پاشه رو نگرفتین معلوم نیست که چند دم میشه. پاشه رو بگیرم باز معلوم. خب شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شیبانیک هستم. فارغ التحصیل صنف 12 در کل به تمام مضامین مکتب علاقه دارم. ورزش مورد علاقه‌م فوتبال می باشه. ویژگی خاصم یک دختر اجتماعی و مهربان. بسیار خوب. شما هم فارغ شدین نه؟ بله. از کدام مکتب؟ از مکتب لیسه نسوان شکردره. نسوان شکردره. بسیار خوب. خب حالا ملخ دو بال داره؟ شاید. پرسیده بودیم شب گذشته که ملخ چند بال داره. در جایی که زراعت میشه، زمینه زراعتی است، اونجا یگان دفعه دشمن اصلی زمین زراعت چی است؟ ملخ است. و دهقانای عزیزی که ما را میبینن برشون معلوم خواهد باشه که ملخ چند بال داره. یکی از سوالای بسیار جالب. دوستان میگن 2 بال داره، حالا میگن 2 بال داره و ببینیم که اصلی چی است. نه خیر. جواب درست است بی 4 بال. بله. خلاص شد. کدام ملخ اوگار دیدین یا کدام ملخ معیوبه که 2 بال داشته؟ 4 بال بخاطر 2 جفت بال داره. بله. 2 جفت بال داره. بدنش از 3 قسمت تشکیل شده: سر، سینه و شکم و جمله حشرات است. بله. و 2 جفت بال داره، 2 بال نداره. 2 بال اگه داشته باشه یعنی یک طرفش بال داره دیگه طرفش نداره، باز نمیتونه پرواز کنه. نه 4 بال داره. خب بامبیرک از دیده بودم ماشه گفتم بگمان ماشه گفتیم شما باز گزینه الف تایید کردید. بامبیرک خرابی کرد. خب ملخ 4 بال داره و پول دوستا بازم باقی میمونه 0. دقت کنین به پرسش سومتون. خدا نخواسته اشتباه سوم نکنین دیگه. به یک شانس بتونین پیش برین. این پرسش: بیشترین پادشاهی را در افغانستان کدام یک از اشخاص زیل نمود؟ الف احمد شاه بابا، ب محمد ظاهر شاه، جیم امیر عبدالرحمن خان. یا از جمله سوالاتی است که احمد شاه بابا خب بیشترین پادشاهی گفته 26 سال حکومت کرد و بعد از این محمد ظاهر شاه بود که 40 سال حکومت کرد. که 40 سال حکومت کرد. امیر عبدالرحمن خان اینا کم حکومت کرد. همین بی صحیح زینی بی درست است. 100% مطمئن هستم بالاش. امیر عبدالرحمن خان چند سال حکومت کرد؟ امیر عبدالرحمن خان کمتر از 40 سال بود. کمتر از 40 سال. به اساس همین فکر میکنم که محمد ظاهر شاه گزینه بی درست است. 100% بالای اطمینان دارم. 100% اطمینان دارین. خب ببینیم که چی خواهد شد. اگر درست انتخاب کرده باشن گزینه به 16350 به حسابشون میآید، مثلا پولشون میشه. اما قدر اگر اشتباه کرده باشین، اشتباه سوم متاسفانه حذف خواهد شدن دوستان ما. و پرسش: بیشترین پادشاهی را در افغانستان کدام یکی از اشخاص زیل نمود؟
که میگن محمد ظاهر شاه بود. بله. حسیب نظر به دلایل گفت امیر عبدالرحمن خان هم است در گزینه ها. احمد شاه بابا هم است. حالا نتیجه رو میبینیم که صحیح است گزینه ب یا نه. بله، جواب درست است ب محمد ظاهر شاه. بله، تبریک باشه برتان. خب شد که نبود. این اشتباه نبود. بله. سال ساره بود، حساب مشکل نبود. بیشترین پادشاهی را در افغانستان محمد ظاهر شاه کرد که 40 سال بود. بعد از محمد ظاهر شاه در قدم دوم احمد شاه بابا 26 سال سلطنت کرد که بیشترین دوره را داشت و بعد از او باز امیر عبدالرحمن خان بود که 21 سال پادشاهی کرد. کاملا درست بود پاسختان. 16250 به حساب دوستان آمد. نمه قدر پولشان. میریم به پرسش چهارمتان. آخرین پرسش از این مرحله. دیگه دقت کنین که خدا ناخسته اشتباه نکنین. شانستان یک شانس دارین. این پرسش. کلسیم بیشتر در کدام قسمت های بدن انسان یافت می شود؟ الف عضلات، ب دندان ها، جیم استخوان ها. در کدام قسمت های بدن؟ بی و جیم شاید درست باشه. کلسیم با بی و جیم شاید درست باشه، بخاطر که عضلات و می خود استخوان کاست بیشتر کلسیم توسط امی ویتامین دی کاست. با واسطه امی کلسیم ویتامین دی کاست میتونه ام فسفرس و کلسیم بگیره. یعنی توسط عضلات امکان نداره. در عضلات کلسیم بیشتر در کدام قسمت های بدن انسان یافت می شود؟ درسته. شاید بی و جیم درست باشه. گفته بیشتر در کدام قسمت های بدن؟ عضلات عضلات قسمت های بدن یافت می شود. در عضلات هم یافت میشه. خب بیشتر یافت بی و جیم بگیریم. دندان ها کلسیم. دندان ها کلسیم. وقتی که بیره اگه نظر به حجم بگیری خود حجم عضلات بیشتر میباشه، حتما کلسیم هم دیگه بیشتر ساخته میشه. کلسیم بیشتر. بی و جیم الف یکم زودتر. اگه الف جیم بگیریم چطور است؟ الف و جیم زودتر انتخاب کنین وقتتان کم مونده. الف و جیم بی و جیم. بله. خب بی و جیم تایید کنین. تایید 11 ثانیه باقی مانده بود. 11 ثانیه باقی مانده بود. گل آخر انتخاب کرد دوستا و اگر درست با انتخاب کرده باشن 2750 به حسابشان میایم. انجام پولشان میشن 19000. اگر اشتباه کرده باشن پولی که داشتن حذف صفر میشه و حذف میشه متاسفانه. و پرسش کلسیم بیشتر در کدام قسمت های بدن یافت می شود؟ که دوستا میگن کدام قسمت ها؟ دندان ها و استخوان ها. که حسیب زیادتر تاکید کرد بالای گزینه یا گزینه الف و جیم میگه؟ ما فکر کردم که چون عضلات کاست یعنی بیشتر حجم بدن تشکیل میده، به او خاطر گفتم شاید عضلات بیشتر کلسیم هم بگیره. این خصوصی است که استخوان هم میگیره، دندان هم میگیره، عضلات میگیره. یعنی که الف و جیم میگیره. خب بعد از وقت معلوم میشه که گزینه ب و جیم درست است یا نه. دوستان دوباره خوش آمدید. ادامه برنامه 100 ثانیه است و منتظر هستیم به چهارمین پرسش و پاسخ که صحیح است یا نه. اگر درست نباشه دیگه پولا صفر خواهد شد و دوستا حذف خواهد شدن. اگر صحیح باشه پول به دست میاره دوستان. کسایی که با ما هستن: حسیب فارغ التحصیل لیسه امانی هستن، از مکتب فارغ شدن و تا حال دیگه کوشش نکردی که با پانتون را بیافتی یا نه؟ خیلی در سال 93 ما یک بار امتحان دادم، در زراعت خانم شدم دیگه، چون مورد علاقه‌ام نبود به او خاطر از او رشته ادعی اواخر خودم منفک ساختم و آمادگی به سال امی سال که جریان داره از میگیرین که باز امتحان بدین. باز امتحان چی را خوش دارین؟ ما با انجینری و اقتصاد بیشتر علاقه دارم. ها اگه نشه باز امتحان میمونین.
یک وقت پیش که پیر شوی امتحان داده بی. نه دیگه حتما. یعنی چند چانس است؟ 2 چانس است. نه ما باز چند اپشن دیگه هم انتخاب کردیم. ها بسیار خوب. و مرسل جان فارغ شدن از لیسه ملکه ثریا صنف 12 را ختم کردن و یا من امتحان میتن دیگه طبق معمول. شیبا جان هم فارغ شدن از صنف 12 که از لیسه شکردره نسوان شکردره. خب منتظر هستند به این که کلسیم در کدام قسمت بدن بیشتر وجود داره که دندان ها و استخوان ها قفل شده. اگرچه گزینه الف و جیم اول سرش گپ میزنن دوستا زیاد، نظر کی بود که بی و جیم انتخاب شد؟ خب نظر کی بود؟ من گفتم که بی و جی وجود داره اما در عضلات هم شاید وجود داشته باشه چون گفته کلسیم بیشتر. خب مرسل میگفت بی و جیم، شما میگفتین الف و جیم. الف و جیم و شما چی میگفتین شیبا؟ بی و جیم. نتیجه رو میبینیم صحیح است یا نه؟ بله، جواب درست است. بی و جی. تبریک باشه براتون. تبریک باشه براتون. کلسیم بیشتر در دندان ها و استخوان ها وجود داره. دیگه قسمت های بدن هم هست اما بیشترینش در اینجا است. و کسی که میخواد دندان های سالم داشته باشه، استخوان های محکم داشته باشه، کلسیم زیاد میگیره از موادی که کلسیم داره. لبنیات مثل ماست یا بسیار غنی است کلسیم، از شیر و چیزا. 2750 خونی به حساب دوست آمد. خوب شد که الف و جیم نگرفته بودین. مجموع پولشون میشه 19000. پیش میرین نمیرین انتخاب؟ خب ما قبل قسم گفتیم ما یک چانس دیگه داریم و مراحل بعدی خب تا 20 مشکل میشه و با یک چانس مثل از است که ما با یک مرمی در جمع انتخاب کنین. حالا انتخاب کنین چی میکنین؟ خب توقف میکنیم. توقف. تایید قصه تا باز زکو باز در 20 ثانیه. حالا خب درست دیگه یک داستان شروع کردی که حالا این 2 3 4 کار داشت. کد کامپیوتر که پیش میره باز دیگه چانس نداشتیم. خب توقف کردن دوستای ما. 19000 که دارن به 3 غیر مساوی تقسیم میشه و این را باید تقسیم کنن 11400 5700 و جیم 1900. مرسل کدام میشه؟ دو سوال غلط کردیم صرف نظر، اما 2 سوال دیگه، یک سوال من بیشتر تاکید کردم و یک سوال هم همراه حسیب جان بله هم نظر بودم. فکر میکنم گزینه نمیتونم انتخاب کنم. بر انتخاب کنیم شما دیگه. کدام چی بگید؟ نظر به مو ای که پاسخ گفتین. نظر به ای که یک سوال بدنا و یک سوال همراه زینا، بخاطر سوال دیگه احمد شاه ظاهر شاه بیشتر تاکید کردن گزینه بیره میگیره. خب بیره شما میگه حسیب. خب ما هم یک سوال که اشتباه کردم در سوال بعدی پاسی را جبران کردم و تو هم نگفتم که ما بالای شک دارم، گفتم که 100% ما بالای مطمئن هستم. پس بنا به این دلیل ما گزینه الف انتخاب میکنم. الف. شیبا؟ من هم گزینه جیم انتخاب میکنم. بگیر. خب تبریک باشه پولا برتان. تشکر از اینکه آمدین. خیر مصرفش کنین. زنده باشین. موفق باشین. دوستا بعد از وقفه جای نرین. گروه بعدی با ما خود بودن. ما را همراه باشین.